آقای اهم در حال حاضر هر دوتاشون نیاز هستش. هم سوشال مدیا آینده داره و هم سئو کمک میکنه که شما بازدید بیشتری بگیرید از طریق سایت. 2 تا پلتفرم جدا هستن. حالا من توی این وبینار بهتون توضیح میدم که چجوری میتونن به هم دیگه کمک بکنن. سوشال مدیا خب به هر حال خیلی نقش مهمی توی جایگاه سئو داره و اینکه هیچ کدومشون جای کسی رو نمیگیرن، فقط به مرور زمان سوشال مدیا میاد رو رأس کار. خب من تا 2 دقیقه دیگه استارت رو میزنم تا همه دوستان وارد وبینار بشن. کسی اگه سوالی داره من در خدمتشون هستم. خب از دوستان عزیز خواهش میکنم که اگه کانال تلگرام من رو ندارن، از طریق این QR کد میتونن این لینک رو اسکن کنن و وارد کانال تلگرام بشن. من تو اون کانال نکات مهم سئو رو در اختیارتون میذارم، جزئیاتم رو داخل اون کانال میذارم و اگه نیازی به مشاوره یا سوالی داشتین اونجا میتونین با من در ارتباط باشین. همچنین اگه کسانی که دوست دارن توی حوزه سئو کار کنن، موقعیت شغلی هم باشه، من داخل این کانال قرار میدم. لینکش رو هم تو قسمت گفتگوها پین کردم من. خب موافقین شروع کنیم؟ ما اگه موافقین یه دونه پلاس برای من بزنید توی گفتگو که شروع کنیم به بحث سئو. خب اول از همه دوباره خوش آمد میگم خدمت دوستان عزیز. خیلی ممنونم که داخل این وبینار شرکت کردین. تو این وبینار قراره که بفهمیم که اصلا سئو چیه و چرا مدیرای کسب و کارهای آنلاین یا معمولی باید از این سئو استفاده بکنن و بتونن نقش مهمی در بازاریابی دیجیتالشون داشته باشه. این وبینار برای مدیرانی طراحی شده که میخوان بدون نیاز به دانش فنی استراتژی‌های سئو رو تو کسب و کارهای خودشون استفاده بکنن. چرا حالا ما میگیم که این سئو مهمه و اینکه باید حتما داخل کسب و کارهامون و سایت‌های حالا آنلاینمون چه شرکتی چه فروشگاهی از سئو استفاده بکنیم؟
دلیل اصلیش اینه که معمولا 90% کاربران فقط روی لینک های صفحه اول گوگل کلیک میکنن و کسب و کارهایی که سئو درستی انجام میدن هزینه تبلیغاتی کمتری پرداخت میکنن بابت اینکه مثلا بخوان یه محصولی یا یک خدمتی رو بخوان در اختیار مردم قرار بدن. برای همین ما باید سایت هامون رو سئو بکنیم و در صفحه اول گوگل سایتمون بیاد بالا، حالا بر اساس اون کلمه کلیدی که مد نظرمون هستش. یکی از مواردی که خیلی مهمه که توی سئو اینه که ما یه هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنیم بابتش و دیگه اون نیاز نیستش که دوباره مجدد هزینه‌های تبلیغاتی براش پرداخت کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه مثلا شما یه نفر رو استخدام می‌کنید تو کسب و کارتون که به عنوان نقش سئو کار داره. یک سایتی رو سرمایه‌گذاری می‌کنیم و این رو به عنوان یک سایت سئو شده میاریم بالا. دیگه لزومی نداره که دائما واسه یک فروش یه مثلا محصولتون هی تبلیغات کنید. خود سئو نقش اون تبلیغات رو به مرور زمان برای شما ایجاد میکنه. حالا من میخوام یه مسئله‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که سایت هایی که میخوان سئو بشن تقریبا 6 ماه زمان نیاز داره که ما بخوایم یک سایتی رو سئو بکنیم. اگه توی نمودار شما مشاهده میکنیم، یک نموداریه که نشون میده که روند بازدیدهای یک سایت رو که از مثلا مارچ 2020 شروع شده تا اومده تا مارچ 2021، یعنی تقریبا یک سال روند سئو بوده. اول از همه 14 نفر کلیک کردن توی سایتشون، یعنی 14 تا بازدید کننده داشتن و به مرور زمان این فرآیند تدریجی سئو رخ داده و اومده بازدید افزایش یافته. به عنوان مثال از 14 تا شده 110 تا 175 تا و خیلی با رشد آروم یهو اینجا به صورت تصاعدی میره بالا. خب از این نمودار چه نتیجه‌ای میگیریم؟ اینکه سئو یک امر تدریجی هستش، یعنی شما باید استمرار داشته باشین واسه روند سئو، نه اینکه مثلا یک سئو کار رو استخدام کنی و بهش مثلا یه هزینه‌ای بدی و به اینکه آره سایت من تو یه ماه سئو کن. نه همچین چیزی نمیشه اصلا. و حتما این نکته رو به عنوان اولین نکته این وبینار در نظر بگیرین که سئو یه امر تدریجیه و باید حتما به مرور زمان این بازخورد و فیدبک سئو رو ببینید تو کارتون. و همچنین تقریبا بعد از 6 ماه این سئو روی کسب و کارتون تاثیرات خیلی مثبتی میذاره و بازدید سایت شما رو میبره بالا. حالا میخوایم ببینیم که چرا سئو برای مدیران مهمه. یکی افزایش فروش و درآمد بدون هزینه اضافی تبلیغاته. ببینید خب سئو وقتی که شما سایتتون رو سئو میکنی یا خدمات سایتتون رو سئو میکنی، دیگه نیازی نیستش که بخواید هر روز تبلیغ بزنیم. به عنوان مثال شما کفش فروشین، خب اگه یه کلمه کلیدی به نام خرید کفش رو شما سئو کنی، شما میایید تو صفحه اول و همیشه شما تو اون صفحه قرار دادین و دیگه نیاز نیستش که هی بخواید تبلیغات کنیم واسه خرید کفش رو که مثلا بیاین هی تبلیغ بدیم به یه اینفلوئنسر، تبلیغ بدیم به یه سایت که مثلا بیاد خرید کفش من رو تبلیغ کنه. خودش برای شما نقش تبلیغات رو هم ایجاد میکنه. افزایش اعتبار برند در فضای دیجیتال به چه صورت هستش؟ وقتی که شما میاین سایتتون رو به عنوان یک سایت معتبر در صفحه گوگل قرار میدین، ناخودآگاه کاربرا یه حس اعتبار بهش پیدا میکنن. مثلا شما سرچ کردین خرید گوشی، معمولا دیجیکالا یا سایت تکنولایف اول میاد. خودش یه اعتبار به حس کاربرای اون یوزرهایی میشه که اون کوئری و اون کلمه کلیدی رو سرچ کردن. و خب اگه شما پس نتیجه میگیریم که وقتی که شما سایتتون رو سئو میکنین یه اعتباری به سایتتون میبخشید. بهبود تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل. کسی میدونه تجربه کاربری چیه؟ اگه میدونید لطفا تو گفتگو برای من بنویسین که من حالا میخوام یک توضیح کلی بهش بدم. خب آقای محبوبی
درست گفتن UX هستش، میشه یوزر اکسپریانس. فرض کنید شما داخل یک سایتی میرین و میخواین مثلا یه کفشی خرید بکنین. وقتی وارد اون سایت میشین میبینین که اصلا نمیتونین پیدا کنین اون چیزی که مد نظر شما هستش رو و گم میشین و سری از اون سایت میاین بیرون. خب این یک تجربه کاربری رو نشون میده که اصلا به درد نخور بودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من میخوام یه کفش بخرم ولی اصلا پیدا نکردم خب تو اون سایت، پس پاشم بیام بیرون دیگه، چه سایت بدیه، برم سایت دیگر رو بگردم. حالا وقتی که شما سایتتون رو سئو میکنین، خب ناخودآگاه اون کاربر رو به هدفش میرسونین. یعنی میبینین تو گوگل سرچ میکنه خرید کفش، واردش میشه و میبینه اینجا یه لیستی از کفشایی هستش که میتونه انتخاب کنه و خرید کنه. پس تجربه کاربری میشه این موضوع. یعنی شما بتونین خیلی راحت اون اهداف یک کاربری که سرچ کرده رو بهش معرفی کنید و بره راحت اونا رو استفاده بکنه. نرخ تبدیل چیه؟ نرخ تبدیل من این پایین براتون به صورت یک نکته نوشتم. نرخ تبدیل یا اصطلاحاً کانورژن ریت درصدی از بازدیدکنندگان یک وبسایت هستن که یه اقدام یا اکشن انجام میدن، مثل خرید کردن، ثبت نام کردن تو سایتتون، دانلود کردن یک چیزی. به این حالت میگن نرخ تبدیل، یعنی تعداد کاربرانی که میان تو سایتتون و یه عملی رو انجام میدن. یه نرخ داره دیگه، تقسیم میکنید تعداد کاربرانی که عملی انجام دادن نسبت به اون کاربرانی که کاملا اون داخل سایتتون، میشه نرخ تبدیل یا اون کانورژن ریت. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ وقتی شما سایتتون رو سئو میکنی، خب کاربران بیشتری داخل سایتتون میان و این کاربران ممکنه یه عملی داخل سایت شما انجام بده. به عنوان مثال اگه مثلا سایتتون سئو نشده باشه، 10 تا کاربر میان، هیچ کدومشون هیچی نمیخرن از شما. ولی اگه به عنوان مثال بخواین سایتتون سئو بشه، 1000 نفر بیان، معمولا 10% یه عملی داخل سایت شما انجام میدن، خرید میکنن، لینکی رو دانلود میکنن، یا اینکه مثلا چجوری بگم ثبت نام میکنن تو سایت شما. یعنی ثبت نام کردن خودش یه عمل مثبته. چرا؟ یه دیتایی رو در اختیار شما میذاره که بعدا میتونین با مشتریتون در ارتباط باشین. وقتی که شما سایتتون رو سئو میکنین، این نرخ تبدیلی بیشتر میشه. 1000 تا 10 تاشون نرخ تبدیل دارن. اگه مثلا بشه 10,000 تا 100 تاشون دارن. همینجوری این نرخ تبدیلی بیشتر میشه. و آخرین مورد هم کاهش وابستگی‌ها به تبلیغات پولی و افزایش مشتریان ارگانیک. مشتریان ارگانیک میشه افرادی که یک کلمه کلیدی رو داخل گوگل سرچ میکنه و وارد سایت شما میشه. دیگه نیاز نیستش که شما بابت اون فرد پولی یا هزینه‌ای انجام بدین که بیاد داخل سایت شما. حالا میرسیم به اصل مطلب، سئو چی هستش؟ کسی اینجا میدونه سئو کلا چیه و چه نقشی در سایت ما داره؟ میخوام اون کلمه خودش رو بهم بگین. سئو مخفف چی هستش؟ خیلی خوشحال میشم که با همدیگه این کلاس رو ببریم جلو و بتونیم تعامل داشته باشیم. خانم شریفی سرچ انجین اپتیمایز یا همچین چیزی. خب دیگه افراد دیگه کاری میکنه که موتور جستجوی گوگل متوجه بشه که سایت ما برای کاربری که سرچ کرده مناسبه. خانم شریفی شما سئو کار میکنی خودتون؟ آقای اهم آقای اهمرم بله. خانم محمودی فرد بله. خب تقریبا خدا رو شکر خیلی از افراد دارن درست میگن. خانم شریفی خیر، فقط دارم آموزش میبینم و راجبش. خانم شریفی حتما تو کانال من عضو بشین، من اونجا راجبش خیلی میخوام توضیح بدم و اگه نیازی بودش میتونیم با همدیگه مشاوره هم داشته باشیم که بتونم راهنماییتون کنم توی این حوزه. خب من برم سر اصل مطلب، سئو.
اکثرا درست گفتین. سئو میشه سرچ انجین اپتیمیزیشن یا میشه بهینه‌سازی موتور جستجوی گوگل. ما میایم آیا اهم من کلیات سئو رو چند سال قبل آموزش دیدم ولی کار نکردم به عنوان مدیر. آیا اهم خیلی خوشحال شدم که اومدین تو این وبینار شرکت کردین. من خیلی میتونم کمکتون کنم که اون نکاتی که لازم هست رو بهتون توضیح بدم و حتما عضو اون گروه تلگرام من بشین و اونجا من باهاتون حالا میتونم ارتباط داشته باشم. با اجازهتون من میرم شروع میکنم به ادامه بحثمون. خب عزیزان درست گفتم میشه بهینه‌سازی موتور جستجوی گوگل. ما میایم چیکار میکنیم؟ به عنوان مثال یه سری افراد دارن توی گوگل سرچ میکنن. خب در طول روز فکر کنم نزدیک میلیون ها نفر هیدن تو گوگل یا میلیارد ها سرچ داره تو گوگل انجام میشه. سایت ما یه کشتی ماهیگیریه. حالا ما میخوایم ماهی ساردین صید کنیم، پس باید بریم قسمتی که ماهی ساردین در حال شنا هستن. وقتی که تورمون رو پهن میکنیم یک سری مثلا ماهی ها 10 تا میاد تو تورمون. اگه بریم وسط این ماهی ها قرار بگیریم 100 تا ماهی ساردین میاد توی تورمون. سئو هم همچین چیزیه. اگه ما بخوایم افرادی که سرچ میکنن و به عنوان ماهی ها نقش ماهی ها رو در نظر بگیریم براشون، اگه هر چقدر بیاید تو صفحات اول گوگل ماهیای بیشتری وارد سایتمون میشن یا اون افراد بیشتری وارد سایتمون میشن. سئو هم همچین حالتی داره. به عنوان مثال من یه کوئری رو سرچ میکنم به عنوان what is SEO. خب ببینید بچه این قسمتی که بالا ما سرچ میکنیم یا اون عبارتی که سرچ میکنیم به عنوان به اصطلاح میشه پرسجو به فارسی و کوئری به انگلیسیه. یعنی اگه هر جا به گوشتون خورد یکی گفت کوئری بدونی که اون عبارتی که توی اون باکس سرچ میشه منظورش هستش. یه سایتی اول میاد که این سایت اومده اینجا نوشته که Search Engine Land، بعد پایینش لینکش هست یعنی URL آدرس صفحه میشه. تایتل میشه اون تیترش What is SEO، متا دیسکریپشن یا همون توضیحات متا یعنی کوچیکی که اون پایین گذاشته شده به این میگم متا دیسکریپشن. خب یه چیزی همچین چیزی توضیح کوتاهی هم میاد نشون میده بهتون که آره SEO stands for Search Engine Optimization and helps search engines understand your website's content and connect it with users by delivering relevance. خب خود این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه کلمه کلیدی سرچ کردیم، اولین سایتی که اون کلمه کلیدی ما توش بود به ما نشون داده شد و داخلش توضیح هم داد که آقا اصلا این سئو یعنی این. شما وقتی که همچین چیزی می‌بینید روی این سایت کلیک می‌کنید. اصطلاح نتایج گوگل میشه SERP و وقتی که ما این پایین مثلا میایم همچین چیزی میبینیم صفحاتی که ما نشون میده صفحاتی هستن که به کوئری ما به اون پرسش ما پاسخ دادن. سئو همچین کاری میکنن، میاد کوئری هایی که مردم میپرسن رو صفحاتی که به نظرش مفیده واسه اون پرسش یا اون جواب اون کوئری رو میده رو بهش نشون میده. کار وظیفش اینه. خیلی به صورت ساده بهتون گفتم ولی خب خیلی عمق زیادی داره که این کوئری ها اصلا چجوری میره توی اون دیتا ست گوگل سرچ میشه، چجوری دسته‌بندی میشه، شاخه شاخه میشه، خیلی گسترده است که توی دوره‌های بعدی که اگه بخواید مثلا به صورت تخصصی شرکت کنیم من اونجا حتما توضیح میدم. ولی برای افرادی که میخوان فقط آگاه باشن از این موضوع به این صورت کافیه. یه سری اصطلاحات people also ask هم میاره، یعنی مردم خیلی راجبش سرچ میکنن what is SEO and how does it work. SEO چیه و چجوری کار میکنه. how to do SEO for beginners، چجوری میتونیم SEO رو واسه مبتدیان داشته باشیم یا انجام بدیم. به این صورت یه پرسش هایی که مردم اکثر میپرسن و داخل این قسمت نمایش داده میشه. یه سری عکس هم معمولا اینور میاره تو سرچ گوگلتون دیگه، همتون تقریبا دیدین این قضیه. حالا میخوایم با مفاهیم پایه سئو آشنا بشیم.
یعنی عملا وبینار ما بعد از 20 دقیقه از اینجا شروع میشه که میخوایم انواع سئو رو بهتون توضیح بدم. کسی میدونه سئو داخلی چیه؟ اگه میدونی فقط به من پلاس بذاریم واسه من. خانم شریفی، آقای اهم، لینک داخلی در وبسایت خودمون. آه، من بهتون توضیح میدم آقای اهم. خانم شریفی، خانم کیان، آقای کیوان کیانفر، آقای محبوبی، خانم محمودی فرد، خانم منصوری، به داخل سایت لینک داده میشه. خب آقای محبوبی، سئو که توی کدهای سایت باید رعایت شه. خب بذاریم بریم جلو با هم دیگه راجبش کاملا صحبت کنیم. تعریف سئو داخلی اصطلاحا میشه آن پیج سئو. سئو داخلی به مجموعه اقداماتی گفته میشه که در داخل صفحات یک وبسایت انجام میشه تا آنها را برای موتورهای جستجو بهینه کنه و تجربه کاربری را بهبود ببخشه. این فرآیند شامل بهینه‌سازی محتوا، تگ‌های HTML مانند عنوان، توضیحات متا، هدینگ، لینک‌سازی داخلی، تصاویر و سرعت سایت است. هدف اصلی سئو داخلی این است که موتورهای جستجو راحت‌تر محتوای سایت را درک کنند و آنها را برای جستجو مرتبط نمایش بدهند. خب خانم شریفی، آقای احمد، خانم محمودی فرد، شما تقریبا یکی از موارد سئو داخلی رو درست گفتین. خیلی خوشحالم، آفرین. سئو داخلی یعنی تمام عملهایی که ما واسه سایتمون انجام بدیم رو میگن سئو داخلی. سایت ما ممکنه که 100 تا صفحه داشته باشه، ممکنه 10 تا صفحه داشته باشه. اگه ما بیایم این موارد رو مثل بهینه‌سازی محتوا. بهینه‌سازی محتوا یعنی چی؟ شما مثلا یه عکسی آپلود کردین داخل صفحه سایتتون، این 2 مگابایت. خب 2 مگابایت برای یک سرچ خیلی حجم بالاییه و سرعت سایت تاثیر میذاره. اگه ما این عکس رو بیاریمش بکنیمش 10 کیلوبایت، تقریبا بکن 2000 برابر این حجمش رو کم کردیم، کامپرسش کردیم. خود این باعث میشه که محتوای ما سریعتر تو گوگل نمایش داده بشه، یعنی سریعتر واسه کاربر میاد بالا. مخصوصا تو ایران که سرعت اینترنت خیلی بده، اون محتوا دیرتر دانلود میشه. این عمل میشه بهینه‌سازی محتوا. قسمت تگ های HTML اینجا بهتون توضیح بدم که یک سایت با HTML و CSS و جاوا اسکریپت نوشته میشه. این سه تا کدهای مرتبط برای نوشتن این سایت هستن. وقتی که شما میخوای یه متنی رو بنویسین، خیلی مهمه که ما اون تگ های HTML رو داخلش رعایت کنیم و عنوان رو قشنگ با تگ مخصوص خودش، توضیحات متا رو با تگ مخصوص خودش و همچنین هدینگ ها رو داخلش خیلی درست مثلا کداشو رعایت کنیم. این میشه تو قسمت کدنویسیش که معمولا کدنویس ها این کار رو انجام میدن، نه سئو کارها. سئو کارها فقط میان اون سورس کد رو بهینش میکنن و به کدنویس میدن که آقا مثلا این قسمت رو این تگ رو استفاده بکن و اون کدنویس باید اینو توی کداش رعایت کنه. هر چقدر ما این عملکردها رو داخل سایتمون رو بهتر کنیم، بهینه ترش کنیم و اون موارد رو رعایت کنیم، سرعت سایت ما بهتر میشه و اینجوری گوگل میگه خب این سایتش خوبه، محتوای خوبی توش گذاشته شده، خب چرا من اینو به مخاطب نشون ندم؟ این که همه چیز خوبه. ببینید گوگل دقیقا به شما امتیاز میده، یعنی هر چقدر شما خوب باشین به دیگران معرفیتون میکنه و همچنین برعکس اگه بد کار کنی، مثلا من میرم توی یه سایتی 5 دقیقه طول میکشه اصلا صفحش بیاد بالا، خب میپرن بیرون، خب گوگل میگه بابا این کاربرش حال نکرده با این سایته، اصلا به درد نمیخوره، بس من به دیگران نشونش ندم دیگه. این همون سئو داخلی که شما باید اون موارد رو داخلش رعایت کنید. حالا جلوتر هم بهتون میگم
چه چیزهای دیگه ای هستش که باید رعایت کنیم. آقای شفیع‌زاده خیلی خوشحالم که اومدین تو وبینار من. سلام. آقای شفیع‌زاده از همکلاسیای دانشگاه من هستن. خب ما میریم اینجا، حالا توی این لطف دارین آقای شفیع‌زاده، یه اینجا قسمتی هستش یه تارهای عنکبوته و یه سری عنکبوت ما اینجا میبینیم. کسی متوجه هستش که من چرا همچین چیزی رو داخل این صفحه قرار دادم؟ واقعا اگه کسی بدونه من واقعا یه جلسه رایگان باش اصلا مشاوره رایگان بهش میدم. خانم شریفی شما یه جلسه رایگان مشاوره از من طلب کنین. بعد خانم شریفی این خزنده های گوگل رو من اینجا نشون دادم. خب خانم شریفی شما کاملا دارین وارد حوزه میشین، خدا رو شکر. ببینید گوگل یک سری ربات داره و این ربات ها رو وارد صفحات سایت شما میکنه. اگه ما لینک های سایت شما رو مثل تارهای اون عنکبوتی قرار بدیم که مثلا به اینجا هستش، یه سری تاره، اونا میشه لینک های سایت شما و این عنکبوتا که از این تارها حرکت میکنه و داخل میای وسط‌تر میشه ربات های گوگل. عملکرد ربات هم همین جوریه، میاد اول سایت شما رو سرچ میکنه، به عنوان مثال میاد مثلا دیجیکالا رو سرچ میکنه. دیجیکالا دستبندی های مختلفی داره، گوشی، لپتاپ، میره تو قسمت گوشی، یعنی میاد توی تاره میاد داخل‌تر، میاد گوشی ها رو میبینه، مینویسه مثلا گوشی سامسونگ، گوشی اپل، گوشی شیائومی، باز این تاره هی میاد کوچیک‌تر میشه، همینجوری میخزه هی میره داخلش. وقتی میرسه به نقطه وسطش برمیگرده دوباره به قسمت پشتیبانی خودش، اون سرورش، اون تجربه خودش از این خزیدنه رو به گوگل اطلاع میده. گوگل بر اساس این به شما میگه که این سایتتون خوب مثلا هستش، راحت بود، سرعتش چطور بود، من مثلا بهش امتیاز بدم یا نه. آیا اهم چرا در سئو فقط روی گوگل مانور داده می شود؟ بقیه موتورهای جستجو قابل سرچ ندارن یا اونها الگوریتم‌های دیگه نه؟ آیا اهم سوال خیلی عالی پرسیدین. اولین دلیلش این که گوگل بیشترین میزان سرچ رو داره و معمولا افراد داخل گوگل میان سرچ میکنن. اما بماند سایت هایی مثل بینگ، یه مثلا سافاری، هر کدوم از اینا یه موتور جستجویی دارن که الگوریتم های مشابهی دارن و میشه رو اونها هم سئو کرد. بستگی داره که ما بخوایم هدفمون چی باشه، ولی معمولا افراد از طریق گوگل میان سرچ میکنن داخل یه محصولی یا یه چیزی رو و تقریبا این نکاتی که من اینجا بهتون عرض میکنم همون نکاتی هستن که توی موتورهای جستجوی دیگر هم کاربرد دارن. آیا تونستم جواب سوالتون رو بدم؟ من خواهش میکنم. خب بریم قسمت بعدی. مزایای سئو داخلی چیه؟ سئو داخلی یکی از مهمترین پایه‌های سئو سایت هستش که باعث افزایش رتبه در گوگل، بهبود تجربه کاربری و افزایش نرخ تبدیل میشه. نرخ تبدیل رو یه بار گفتم، کسی یادش کدوم بودش؟ یعنی چی گفته بودم؟ اصطلاح انگلیسیشو برام بنویسین کافیه. نسبت ورود کاربر به کاری که انجام میده. بله درسته، ممنونم. خانم شریفی بله بله، خیلی لطف کردی، مرسی. خب میخوام دیگر مزیتاش هم بهتون بگم. افزایش رتبه در نتایج جستجو، بهبود تجربه کاربری همون یو ایکس همونه، افزایش نرخ کلیک CTR. خواهش میکنم آقای شفیع زاده، خیلی ممنون، همین که شرکت کردیم برای من خیلی مهم بودش، مرسی، دستتون در نکنم.
بهینه‌سازی محتوای سایت برای کاربران و موتور جستجو، افزایش نرخ تبدیل، کمک به ایندکس سریعتر صفحات توسط گوگل، کاهش نرخ پرش، باونس ریت، بهبود استراتژی لینک سازی داخلی. یه سری اصطلاحات اینجا هستن که باید تک تکشون رو بهتون توضیح بدم. UX رو با هم بررسی کردیم. بحث CTR میمونه، میشه کلیک ترو ریت، خب یا نرخ کلیک. زمانی که شما، من حالا بتونم اینجا صفحه گوگلمو براتون اشتراک بذارم عالی میشه. خب دوستان صفحه منو الان داریم، میخوام یه چیزی رو با هم دیگه کار کنیم. اگه دارین یه پلاس برای من بذارین. خب من اینجا سرچ میکنم خرید کفش. یه سری فروشگاه ها اینجا میاد برای ما. فروشگاه آنلاین کفش و کتانی لوزی، بانک کفش بزرگترین مرکز تخصصی فروش کفش، کفش مردانه. من روی این کلیک میکنم، خب، و وارد صفحه میشم. زمانی که شما روی این کلیک کردین، یک اصطلاحاً بهش میگن کلیک، خب یعنی همین اصطلاح کلیکه دیگه. بذار من یه بار دیگه فایلم رو شیر کنم براتون. نرخ نمایش به اون کلیکی که شما میکنیم به اصطلاح میشه CTR. ممکنه که 1000 بار این صفحه برای شما نشون داده بشه، ولی مثلا یک بار یه نفر روش کلیک میکنه. میزان دفعاتی که اون لینک برای شما نمایش داده میشه و اون کلیکی که انجام میشه میگن CTR. هر چقدر شما این تیتراتون رو سئو کنین و بهینش کنین، کاربرای بیشتری میان کلیک میکنن روی لینکتون و اون اصطلاح نرخ کلیک رو افزایش میدین شما. خیلی مهمه. مثلا توی نوشتن تیترهای هیجانی، مثلا تخفیف ویژه کفش، خرید کفش و اینا، این به رشد CTR خیلی کمک میکنه. قسمت بانس ریت هم میخوام بهتون توضیح بدم دوباره. فرض کنین شما وارد یک صفحه سایتی میشین، از اون صفحه سایت خوشتون نمیاد، سری میایم بیرون، میرین وارد سایت دیگه میشین. هر چقدر اون زمانی که یک کاربر داخل صفحات سایت شما باشه بیشتر باشه، نرخ پرشش کمتر میشه. بانس یه حالت دیدیم، یه بازی بودش توی نوکیای قدیمی، توپ بالا پایین میشد، بهش اصطلاح نرخ پرش میگم. اون کلمه بانس پریدن میشه. هر چقدر شما مثلا سعی کنین که کاربر رو داخل سایتتون قرار بدین و نذارین از سایتتون خارج بشه، اصطلاحاً بانس ریتتون رو کمتر کردین و این کاملا کمک خیلی عالی میکنه برای سئو سایتتون و باعث میشه که رتبه گوگلتون افزایش پیدا میکنه، که یکی از کارهایی هستش که تو سئو داخلی انجام میشه. چه چیزهایی باعث میشه که بانس ریت شما کمتر بشه؟ مثل لینک سازی های داخلی. یعنی یه نفر سرچ میکنه خرید کفش، بعد میاد داخلی صفحتون میبینه که کلی کفش هیجان انگیزه، نوشتین کفش کودکان، کفش آقایان، کفش بانوان. دوباره میزن رو کفش بانوان، بعد نوشته کفش مثلا صندل، کفش کتونی، دوباره رو کتونی میزنه. خب مثلا 10 دقیقه این عمل داره طول میکشه و این باعث افزایش زمانی میشه که یک کاربر داخل سایت شماست و از سایت شما خروج نکرده. آخرین موضوع هم بهبود استراتژی های لینک سازی داخلی هستش. خب تا اینجای کار سوالی کسی نداره؟ اگه سوالی نیستش یه علامت پلاس بر من بذارین که من برم واسه ادامه وبینار. دوستانی که تازه اومدن هم میتونن داخل این کانال تلگرام من عضو بشن. اونجا من باهاتون در ارتباطم، خیلی راحت میتونید سوالات رو از من بپرسین، من پاسخگوی شما هستم. جزوه این وبینار رو داخلش قرار میدم، وبینارهای بعدی هم بهتون اطلاع میدم داخلش و اون قسمت مشاوره خصوصی و مشاوره های گروهی هم داخل اونجا لینکش رو براتون قرار میدم.
خب میریم واسه ادامه کار. من اینجا میخوام که شما با من یه تعامل داشته باشیم و بریم جلو. متن قرمزی که اینجا نشون داده شده یک متن سئو نشده هستش. سلامت باشین. متن سئو شده اون قسمت سبز است. حالا من میخوام ببینم که آیا میتونین تفاوت‌های این دوتا متن رو به من بگین؟ هر کی نیاز بود من میکروفونش رو میتونم فعال کنم با هم دیگه صحبت کنیم. فکر کنم باید دستتون اینجا ریز هند رو بزنین که داخل گفتگو بیاین و من میکروفون رو براتون فعال کنم. اگر هم نمیتونین با میکروفون صحبت کنین تو قسمت گفتگو میتونین برای من بنویسین. خانم محمودی فرد، پاراگراف بندی نکات مهم رو داره. بله، کلمات کلیدی لود شده و تک شده. خانم شریفی توی متن اول تایتل و پاراگراف بندی رعایت شده. آقای احد تگ H2 H3 وجود داره. خانمش سعی شده تمام کلمات کلیدی استفاده بشه. خب کسی میدونه الان کلمه کلیدی این متن ما چیه؟ خانم محمودی فرد سئو داخلی روش انجام شده اه، و به لینک های داخل ارتباط داده شده. خانم کیان بهبود سئو. خانم محمودی فرد سرعت سایت. آقای اهم سرعت سایت. خب خانم شریفی سرعت سایت. خب خانم کیان، اه، سرعت سایت درست هستش به عنوان کلمه کلیدی. دلیلش هم اینه که ما داخل H1 نوشتیم بهترین روش‌های افزایش سرعت سایت برای بهبود سئو. خب بعد دوباره متنمون رو با کلمه کلیدی سرعت سایت شروع کردیم. نوشتیم سرعت سایت یکی از عوامل کلیدی در رتبه گوگل و تجربه کاربری است. دوباره توی پاراگراف بعدی هم دوباره کلمه کلیدی سرعت سایت رو استفاده کردیم. باز هم سرعت سایت اومده. یعنی ما چند بار از کلمه کلیدی سرعت سایت استفاده کردیم. بهبود سئو یک بار اومده. ما برای اینکه بخوایم یه متنمون سئو شده باشه یک چگالی کلمه رو در نظر میگیریم. چگالی کلمه میشه میزان دفعاتی که یک کلمه به اندازه کل کلماتی که تو متن نوشته شده آمده باشه. معمولا 10%، یعنی مثلا توی اون متن‌ها مثلا 10% کلمات اگه مثلا راجع به سرعت سایت باشم، اون مثلا گوگل راحت‌تر میتونیم بفهمیم که داریم راجع به سرعت سایت صحبت میکنیم. کلمات کلیدی باید توی تگ H1 و H3 و H2 حتما تو H2 و H1 معمولا، حالا H3 هم میتونه باشه میتونه نباشه، باید قرار بگیرم. کسی میدونه که H1 چند بار داخل متن استفاده میشه؟ خانم شریفی. آیا بله H1 فقط یک بار توی متن استفاده میشه. تیتر اصلی شما همون H1 هستش که فقط یک بار ازش استفاده کنید و شروع متن‌های بعدی ما از دفعات بعدی هستش که از H2 شروع میشه. زیر مجموعه های H2 میشن H3 و زیر مجموعه H3 میشن H4. حالا من میخوام تفاوت‌های این دوتا متن رو با هم دیگه مقایسه کنیم. توی متن اول بهترین روش‌های افزایش سرعت سایت برای بهبود سئو که ما توی تیتر H1 گذاشتیم.
بعد دوباره اومده اون قسمتی که میخوایم توضیح بدیم و که خانم محمودی فر اشاره کردن بولد کردیم. سرعت سایت یکی از عوامل کلیدی در رتبه‌بندی گوگل و تجربه کاربری هستش. قسمتی که من لینک دادم، یعنی لینک سازی داخلی هم انجام شده داخلش، بانس ریته که من اینجا لینک بهش دادم. بعد اومدم پایینتر، اومدم یه قسمت استفاده از کش مرورگر، فشرده سازی تصاویر و بهینه‌سازی کدهای CSS و جاوا اسکریپت رو بولد کردم. یعنی ما داریم عملا به مخاطبمون میگیم که نکات مهم چی هستن، لینک هامون چی هستن و اینکه داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ولی این قسمت سمون نشده رو با هم دیگه نگاه میکنیم. سرعت سایت خیلی مهمه و اگر سایت کند باشه کاربر ممکنه برون. کش و تصاویر کم حجم میتونن کمک کنن. یه پاراگرافه اصلا نمیفهمیم داره راجع به کلمه کلیدیش چیه. یه بار گفته سرعت سایت، دوباره تکرارش نکرده. خب ببینیم وقتی خودمون متوجه نشیم قطعا ربات هم متوجه نمیشه. ولی توی این متن اگه کاملا راجبش صحبت کنی، یعنی چند بار کلمه کلیدی سرعت سایت استفاده کنی، گوگل هم همینجوری متوجه میشه. ولی یه نکته اینجا هستش، اگه ما میخوایم این کلمه کلیدی رو بیش از اندازه اون متن استفاده کنیم، به عنوان اسپم حساب میشه و اون کلمه کلیدی شما دیگه به عنوان جزئی از متن، مثل از و در و با که و اینا هستش که خیلی تو متن استفاده میشه، اونم اونجوری شناخته میشه و رو سایتتون رتبه نمیگیره. در نتیجه کار سئو کار چیه؟ بیاد اون چگالی کلمه کلیدی رو توی متن جوری تنظیم کنه که سایت شما اسپم نشه. در ادامه ماجرا میریم توی قسمت سئو خارجی. سئو داخلی رو تقریبا آقای اهم چند بار باید اجازه بدیم چند بار باید کلمه کلیدی استفاده شود؟ خانم کیان، چگالی کلمه کلیدی چگونه محاسب میشه؟ خانم کیان و آقای اهم، ببینید چگالی کلمه کلیدی و اون دفعاتی که از کلمه کلیدی میخواد استفاده بشه به میزان نوشته شما بستگی داره. اگه یه متن مثلا 1000 کلمه ای هستش، تقریبا باید 18 بار مثلا از این کلمه کلیدیتون استفاده کنید داخل متن. ولی اگه نه 2000 کلمه است، تا 30 بار هم میتونید استفاده بکنید. نسبتش بر اساس میزان دفعاتی که شما، میزان کلماتی هستش که داخل نوشتتون هستش به تعداد باری که اون کلمه کلیدیتون داخل صفحه گذاشته شده. حالا من یه پستی هستش که اون بازده چگالی کلمه کلیدی رو که مثلا چقدر بار رعایت بشه داخل گروه تلگرام حتما قرار میدم. پاراگراف هم مهم هست در تکرار کلمه کلیدی. بله 100% پاراگراف اصلا جزء از اون نوشته حساب میشه دیگه. هم پاراگراف، هم تیتر، هم سوالات متداول، هر چیزی که تو اون نوشته و محتوای شما هستش جزء اون کلمات کلیدی به حساب میاد. آیا اهم من تونستم جواب به سوال شما رو بدم؟ خانم کیا من هم تونستم جواب سوال شما رو بدم تا حدودی. اگه جایی ابهام داره بهم بگین که بگم. خب آیا هم من توی کانال تلگرام حتما این جواب سوال شما رو به صورت یک پست قرار میدم و اون میزان اون درصدی که نیاز هستش رو بهتون اطلاع میدم. فرمولش رو قرار میدم داخل تلگرام، چون این راجب کلی هستش، سئو کلی هستش، من قرار ندادم توی این وبینار. ولی اون فرمول محاسبش رو که برای این قضیه هستش رو حتما داخل تلگرام قرار میدم. معمولا سئو کارها باید اینو بلد باشن. یعنی الان به عنوان مدیر فرمولش هم زیاد مهم نیستش، فقط باید بدونین که این روش باید انجام بشه توی اون قسمت. یعنی از اون سئو کارتون بخواین که این قضیه رو داخل نوشته و رعایت کنه.
حالا یه چیز جالب‌تر هم بهتون بگم که الان مثلا تو وردپرس و ووکامرس و اینا شما میتونید از یک سری افزونه‌ها استفاده بکنید. آقای یوسف خانی اگه اشتباه نکنم خواهن صحبت کنن. آقای وحید یوسف خانی اگه اشتباه نکنم. دستتون خوردش، باشه اوکی. خب میریم برای ادامه سئو خارجی. تعریف سئو خارجی، ما سئو داخلی توضیح دادیم. حالا می‌خوایم راجع به سئو خارجی صحبت کنیم. سئو خارجی میشه به مجموع فعالیت‌هایی که خارج از وبسایت ما انجام میشه تا رتبه سایت در موتورهای جستجو بهبود ببخشه. این اقدامات به گوگل و سایر موتورهای جستجو نشان میدهند که سایت شما معتبر و قابل اعتماد و محبوب است. کسی میدونه که مثلا چه عملیاتی میتونه کمک کنه که سئو خارجی ما بهبود پیدا کنه؟ خانم شریفی، آقای اهم، خانم محمودی فرد. چانک، آقای فضای مجازی، لینک سازی، آقای اهم لینک سازی خارجی، بکلینک، به بقیه سوشال مدیا لینک بدیم. خانم شریفی، ما به بقیه سوشال مدیا لینک بدیم یا سوشال مدیا به ما لینک بدن؟ از سایت های دیگه به سایت خودمون لینک بدیم. خانم منصوری تا الان صحبتی نکردن. خانم قرجلو اگه اشتباه نکنم، ببخشید اگه فامیلی رو اشتباه میخونم، آقای یوسف خانی، خانم کیان، ارتباطی که با سایت های دیگران انجام میشه تا سایت ما را معرفی کنند و لینک ما در سایت دیگه قرار بگیره. خب من میتونم بگم که خیلی خوشحالم که همه تقریبا درست گفتم، ولی اگه بخوایم دقیق تر صحبت کنیم راجبش، بذار من ببینم نظر بقیه. خانم منصوری به صفحات ما برسن. آقای شفیزاده تبلیغات روی بنر سایر سایت ها. تقریبا اکثریت درست گفتیم. لینک سازی، دریافت لینک های معتبر از سایت های دیگر. ببینید ما خیلی از سایت های مثل سایت ورزش تیری و فکر کنم آقایون اکثرا رفتن میخوان اخبار فوتبالی، یا خانوما هم بعضی که طرفدار این ورزش هستن میان داخل شرکت میکنن. یا سایت هایی مثل نینی سایت، سایت هایی هستن که خیلی تبلیغات بنری داخلش زیاده. خب آگهی میبینین شما داخل این نوشته لینکی به یک سایت دیگه میدم. ببینین هر چقدر سایت های معتبر مثل دیجیکالا، مثل خانومی، مثل نینی سایت، مثل میتونیم به مثال بزنیم مثلا سایت معتبر دیگه، همراه مکانیک، مثلا هومکا، اینا سایت هایی هستن که تو این زمینه، همیار مکانیک، همچین چیزی. نینی سایت که سئو نمیشه، کامنتن. خیلی نکته خوبی بهم گفتین خانم منصوری. کامنت هم جزو لینک، میتونید توی داخل کامنت هم لینک بذاریم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. خبر آنلاین، بله. هرچی اینا به ما لینک بدن، خب نشون میده که ما به عنوان یک سورس قرار داده شدیم تو اون قسمت، یعنی منبع هستیم. هر چقدر معتبرتر باشن لینک قوی تری به ما میدن. به عنوان مثال فکر کنید شما تو دانشگاه یک پروفسوری دارین که خیلی خفنه، خیلی عالیه، بعد میگه که اگه خواستی مثلا مطالب بیشتری بپرسی از مثلا علی بپرسین. خب همه اینجوری میشه که خب علی حتما دانشش خوبه که استاد می از ایشون بپرسین دیگه. ناخودآگاه ایشون رو، علی رو، به عنوان یک فرد معتبر حساب میکنیم. داخل گوگل هم همین جالبیش اینه که وقتی که یک سایت معتبر به شما لینک میده، ناخودآگاه اون سایتتون اعتبارش بیشتر میشه. هر چقدر سایت های معتبری بیشتری به شما لینک بدن، اعتبار سایت شما میاد بالا.
یه اصطلاح داره این قضیه که اکثر سئوکارا باید بلد باشن، به نام دامین اتوریتی. یعنی چی؟ اون میزان اعتباری شما رو بر اساس این قضیه میفهمن. یعنی مثلا توی سایت ها میتونید سرچ کنید که مثلا دی ای علامتش هم این دامین اتوریتی این سایت چقدره، پس من اگه میخوام آگهی بدم به این سایت چون اعتبارش بیشتره و اینجوری من اعتبار سایتم بیشتر میشه. یک سئو کار باید اینو بلد باشه. یعنی اگر هم شما خودتون نمیخواین سئو کنین و بدین به سئو کار دیگه، باید ازش تو هنگام مصاحبه یا اینکه مثلا بهش کار میدین بپرسین که آقا دامین اتوریتی سایت چقدر بودش که تو مثلا بهش لینک دادی. من میزان دامین اتوریتی هم داخل سایت کانال تلگرام قرار میدم حتما. خانم شریفی اونجا گفتن که از سوشال مدیا لینک بدیم به خودمون. بله، اینستاگرام، لینکدین، آپارات، یوتیوب، اگر اونجا لینک سایتتون رو قرار بدین، یک سیگنال و پالس مثبت برای سایت شما داره که سایت شما رو معتبر میشناسه. بازاریابی‌های محتوایی، انتشار مقالات در سایت‌های معتبر و دریافت لینک تبلیغ. یک سری سایت‌ها هستن که میتونید شما مقاله بنویسین به سایت خودتون لینک بدین. رپورتاژ آگهی مثل ورزش دیدیم اینجوری الیدیا بوم 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 میکنه، خب همه تو مخمون میره، ولی اینا خیلی آگهی‌هایی هستن که اگه روش کلیک کنین به شما یک وارد سایتشون میشین دیگه، بازدید سایتتون بیشتر میکنه و باعث میشه که اعتبار سایتتون میره بالا. حالا ممکنه که فقط این آگهی‌ها باعث نشن اعتبار سایتتون بره بالا. ببخشید، فرق بازاریابی محتوایی با رپورتاژ آگهی چیه؟ یا رپورتاژ با بکلینک؟ همه ظاهرا یک کار میکنن. بله، تقریبا ظاهری یک کار میکنن. رپورتاژ آگهی شما یک عنوان رو مثلا یک کلمه کلیدی مد نظرتون هستش، به عنوان مثلا خرید کفش صندل از کفش ملی، اینا یه بنر درست میکنین میذارین داخل ورزشتیری و این شروع میکنه اینجوری چشمک زدن، روش کلیک میکنن میره تو صفحه‌ای که شما راجع به این کفش ملی توضیح دادین کاملا. این معمولا میشه رپورتاژ آگهی، بابتش پول پرداخت میکنین. رایگان کسی واسه شما، بعضی سایت ممکن رپورتاژ رایگان هم بذارن ولی معمولا پولی هستن. بازاریابی محتوایی معمولا تو سوشال مدیا انجام میشه. شما میان یه ویدیویی درست میکنی که میخواد تبلیغ یک کفش باشه یا یک گوشی آیفون باشه و در نهایت میگه اگه میخواین این گوشی رو بخری وارد لینک زیر شو. بک لینک هم به هر حال شما تو یک سایتی هم به عنوان منبع میتونید بک لینک بدین، هم به عنوان کلمه‌ای مثلا بک لینک بدین به سایت خودتون. اینا هر کدومشون تقریبا یک عملکردی رو دارن و اسمای متفاوتی دارن و کارهای متفاوتی میکنن. تونستم جوابتون رو بدم آقای اهم؟ خب خدا رو شکر. خب میخوایم ببینیم که چرا سئو خارجی مهمه. میگیم که زیرا گوگل از لینک‌های خارجی و سیگنال‌های اعتبار برای ارزیابی کیفیت سایت استفاده میکنه. اگر سایت شما لینک‌های قوی و مرتبط داشته باشه، شانس بالاتری برای قرارگیری در رتبه‌های جستجو داره. اینو که توی صحبتام گفتم خدمتتون و خب خیلی مهمه که اگه میخواین لینک بدین از طریق یه سایت دیگه بهتون لینک داده بشه، اون سایت معتبر باشه. مزیت‌های سئو خارجی: افزایش اعتبار و اعتماد سایت. خب وقتی یه سایت معتبر به شما لینک میده، در نتیجه اعتبار سایت شما میره بالا دیگه و شما هم اعتماد میکنید به سایتتون دیگه. مثلا مشتری‌ها خیلی براشون مهمه. اگه ورزش دیری بهتون لینک بده، خب میگه این تایید شده ورزش دیری یا به ضمانت ورزش دیری من رفتم خرید کردم. بهبود رتبه در جستجو: آیا سئو خارجی هنوز اهمیت قبل رو داره یا محتوای سایت اهمیت بیشتری پیدا کرد؟ آقای اهم، ببینیم اولویت با محتوای داخل سایت شماست اول از همه. بر همین من سئو آن پیج رو اول گفتم. هر چقدر که شما بتونید به کاربری که وارد سایتتون میشه محتوای کاملتر، جامعتر و قویتری ارائه بدین، باعث میشه که تو سایتتون بیشتر بمونه و به اون هدفش برسه. و شما فکر کنید که لینک سازی خارجی کردیم ولی داخل سایتتون هیچ محتوای درست حسابی نداریم، خب اینجوری کاربر میپره بیرون دیگه که نرخ پرش شما بیشتر میشه.
افزایش ترافیک ارگانیک. خب باز هم لینک سازی اصولی باعث میشه کاربرهای بیشتری وارد این حوزه بشن. آقای قفاری میگن به نظرم بستگی به حوزه هم داره، مثل فروش بلیت هواپیمایی. ببینید به هر حال توی فروش بلیت هواپیمایی اگه سایتتون یوزر اکسپریانس درست حسابی نداشته باشه، همون لینک سازی داخلی یا محتوایی، باعث میشه که بپره دیگه، راحت نتونه بلیت بخره. خب باعث براش سخته. میدونی چی میگم؟ شما میتونید تبلیغات کنین درسته، ولی وقتی وارد سایتتون میشن ممکنه که نتونه راحت از سایتتون خرید بکنه و بیاد بیرون بره از علی بابا خرید بکنه مثلا. ایندکس سریعتر صفحات، لینک سازی و منشن برند به گوگل کمک میکنن که صفحات جدید سایت را سریعتر شناسایی کنن. خب قبل از اینکه من پیاماتون بخونم این کلمه ایندکس هم یه توضیحی بدم. من ببینید وقتی که صفحات سایت شما داخل گوگل نمایش داده میشه، اصطلاحاً بهش میگن ایندکس شدن. ایندکس به معنی فارسیش میشه شاخص، ولی خب ما توی گوگل هم کلمه ایندکس رو استفاده کنیم بد نیستش. وقتی که شما داخل گوگل یه چیزی رو میخواید سرچ کنی، صفحات سایتتون نشون داده بشه، اصطلاحاً میگه اون صفحاتون ایندکس شده تو گوگل. اگه سایتتون جدید باشه، خب نیاز داره که سایت‌های دیگه شما رو اعتبار سنجی کنن و شما رو داخل گوگل نشون بدن. وقتی که از طریق مثلا ربات‌ها خب روزانه بیشتر تو سایت‌های معتبر میگردن تا سایت‌های جدید. خب وقتی به سایت‌های معتبر بیان ربات‌ها شروع کنن خزیدن، لینک سایت شما رو می‌بینن، یه مسیر شما رو دنبال می‌کنن، می‌بینن چه محتوای خوبیه. اینو پس بیام به گوگل بگم که آره این سایت هست، راجع به این محتوا توضیح داده، بیارش صفحه اول گوگل. این کلمه بهش میگن ایندکس شدن. آقای قفاری میگه منظورم اولویت بالاتر از سئو خارجی در این حوزه بود. آقای غفاری، کلا اولویت سئو داخلی بیشتر از سئو خارجیه. هر چقدر سئو داخلیتون قوی تر باشه بعد بریم قسمت سئو خارجی. خانم محمودی فر آقای غفاری فکر می‌کنم محتوا یوزر فرندلی بودن سایت هم مهمه و قبل از نشون دادن سایت به مشتری مهمتر باشه. بله 100% خانم محمودی فر درست میگن. شما باید یه پکیج آماده داشته باشین که مثلا کسی میاد داخل سایتتون راحت‌تر بتونه اون خریداری بکنه. آقای فوقانی، استاد چقدر سایت خبرسازی در سایت تجاری و فروش محصول بسازم؟ آقای فوقانی اگه اجازه هستش اینو من آخر سر به شما جواب بدم، میشه اینو براتون اینجا پین میکنم. آقای قفاری خودم هنوز دارم یاد میگیرم. ممنون. آقای قفاری خوشحال میشم که توی کانال تلگرام من عضو بشین. اصلا نیاز بود با همدیگه راجع به این قضیه مکالمه تلفنی داشته باشیم. من حاضرم باهاتون یه مشاوره داشته باشم و بهتون یاد بدم این قضیه رو. میتونم بپرسم حوزه کاریتون چیه آقای غفاری؟ آقای غفاری حتما خیلی ممنون. فعلا من در خدمتتون هستم آقای غفاری. خوشحال میشم کمکتون کنم. استاد شما چند دقیقه وقت سئو کار آقای اهم من آقای اهم اول جلسه توضیح دادم. من در حال حاضر 4 ساله که به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم. 1 سال به صورت کارآموزی توی دیجیکالا کار کردم. تو این 4 سال هم مجله سلامت کیوان و مجله سلامت فرابیوتیک از دستاوردهای من هستش تو حوزه پزشکی. یعنی حوزه کاری من بیشتر در زمینه‌های پزشکی هستش. اگه میخواین سرچ کنین دل درد کودکان، اگه سرچ کنین میتونین سایت فرابیوتیک رو ببینین، یا مثلا تست HPV تو آزمایشگاه کیوان، چون این آزمایشگاه ویروس شناسی هستن توی این حوزه دارن کار. خدا رو شکر یک نفر تخصصی در حوزه سئو کار میکنه. لطف دارین آقای هم. خب برای ادامه داستان میریم ما قسمت من میخواستم این بهتون نشون بدم. میگه از چه سایت هایی میشه بکلینک گرفت. این پیشنهاد منه ها. میتونین بکلینک های رایگان از این قسمت سایت داشته باشین.
اگه اوکی هستین یه اسکرین شات از این صفحه بگیرین، ولی من باز این جزوه رو در اختیارتون میذارم داخل کانال. اگه اسکرین شات گرفتین یه پلاس واسه من بزنین، عکس گرفتین، این خیلی کاربردیه. از وبلاگ ها هنوز میشه بکلینک گرفت؟ بله میشه گرفتش. اون اعتبار زیاد رو نداره، ولی خب جزء لینک سازی های خارجی محسوب میشه. یه کمک ریزی میتونه بکنه بهتون. ممکنه یه روز وبلاگتون رو یه نفر بخونه و وارد سایتتون بشه دیگه، یه ترافیک ارگانیک گرفتین دیگه. اعتبار سازی رو نداره، ولی خب ترافیک رو افزایش میده. خب من بزنم صفحه بعدی. من اینو خودم براتون داخل کانال قرار میدم. نهایتا تا فردا بعد از ظهر اینا رو قرار میدم. دو تا سایت هستن، یکتانت و تریبون، که برای رپورتاژهای آگهی هم خیلی میشه ازشون استفاده کرد. یکتانت خیلی کسایی که مثلا توش کار میکنن با آشنا هستن، افرادی هستن که واقعا نابغه‌ن، یعنی توی حوزه خودشون توی گوگل کار میکردن، مدیر عامل یکتانت. و توی رپورتاژ های آگهی هم اکثر سایت های خبری یا سایت های مثل ورزشتیری زیر مجموعه های این رپورتاژ آگهی مال یکتانته. قبلا دیجیکالا هم باشون قرارداد بسته بودش توی رپورتاژ ها، ولی الان اخیراً با تبسل داره کار میکنه دیجیکالا. تسمینا و پابلیکا و تبسل رو نمیفهمی. انا عرض کردم خدمتتون آقای غفاری، تبسل هستم، پابلیکا هستم. من با یکتانت و تریبون خودم بیشتر کار کردم. تبسل هم شبیهشونه، ولی یکتانت یه ذره قوی تره. میریم به بحث بعدیمون، سئو تکنیکال. خب تا اینجا سئو داخلی توضیح دادم، سئو خارجی توضیح دادم، حالا میرسیم به سئو تکنیکال. کسی هستش که بدون سئو تکنیکال چیه؟ کلمه تکنیکال رو اصلا میتونید ما هم دیگه داشته باشیم، مثلا تکنیک یعنی چی؟ آقای اهم میفرمایند که بهینه کردن کدها. خانم شریفی، خانم شریفی یه ذره دیگه کمتر دارن صحبت میکنن اینجا. آقای فوقانی، آقای محبوبی، آقای محبوبی هم صحبت نکردن تا الان. آقای قفاری میگن که یعنی کد صفحه، بررسی تایم آنها. خانم محمودی بینی کردن سایت، مثلا سرعتش خوب باشه. خانم شریفی نت هم ضعیف هستش متاسفانه. اشکال نداره خانم شریفی، این لینک این صفحه رو من دارم ضبط میکنم، یعنی این وبینار رو دارم ضبط میکنم، لینکش رو داخل هم آپارات میذارم، هم یوتیوب میذارم، هم داخل خود ای سمینار میتونیم بعدا ازش استفاده بکنیم. خانم منصوری میشه هر بار کلماتی بازخورد زیاد داشته با، ببخشید من، خانم منصوری من متوجه سوالتون نشدم واقعیتش. خب من این پرسشاتون رو که الان فعلا تو روند وبینار نیستن رو آخر سر یه قسمت پرسش و پاسخ داریم، من اونجا ممنون میشم اونجا ازم بپرسین در ادامه، چون وقت وبینار هم یه نیم ساعت بیشتر نمونده. من میخوام اول تموم شه، بعد با همدیگه شروع میکنیم تعامل کردن. سئو تکنیکال سئو یعنی بهینه‌سازی فنی. فکر کنم خانم محمودی فرد درست گفتن. یک وبسایت تا موتورهای جستجو بتوانند آن را به راحتی کرول کنند، درک یعنی آندرستند و ایندکس کنند. ایندکس رو بهتون توضیح دادم. کرول هم که بهتون توضیح دادم که اون رباتایی بودن که شبیه عنکبوت می‌خزیدن.
این بخش از سئو بیشتر مربوط به ساختار فنی سایت، نه محتوایی. ساختار فنی توی این وب جزوه گفتم یه قسمتی رو. اگه یکی بهم بگه خیلی خوشحال میشم که باهاش یه مشاور رایگان داشته باشم. یعنی جایزش اینه. ساختار فنی یعنی چی؟ خب کسی نبود؟ آیه اهم یعنی نحوه تک‌های HTML. آیه اهم شما هم یه جلسه رایگان من مشاوره باهاتون داشت حتما میذارم. آیه قفاری بررسی کد صفحه. آیه قفاری من با شما هم یه جلسه رایگان میذارم. فقط لطفا توی کانال تلگرامم عضو بشین. من آخر سر شمارم هم آقای شفیع زاده به مجموعه. آقای شفیع زاده شما هر وقت بخواید من برای شما مشاور رایگان میذارم. خب من شماره‌ام آخر سر براتون توی اینجا میذارم که اگه خواستین با هم دیگه در ارتباط باشیم داخل تلگرام. تقریبا همه درست گفتیم. چرا سئو تکنیکال مهمه؟ اگر سایت شما ساختار فنی ضعیفی داشته باشه، گوگل نمیتونه صفحات شما رو به درستی بررسی کنه و ایندکس کنه. سرعت پایین سایت باعث میشه که کاربران آن رو ترک کنن. اشکالات فنی میتوانند رتبه سایت شما رو کاهش بدن. بعضی وقتا سایت وقتی دان میشه یه هفته بعدش می‌بینی سایت دیگه از صفحه اول گوگل افت کرده. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان ران تایمش، اون زمانی که سایت بالا بوده دیگه نمیشه. مثلا چجوری بگم، کسی هی میزنه داخل گوگل تیتر اون گوگلش میبینه سایت دانه، هی میان بیرون، بانس ریتش هی زیاد میشه. در این صورت باعث میشه که افت کنه دیگه سایتتون و مشکلات فنی خیلی تاثیر ویژه‌ای تو این قضیه داره. و اینکه اگه سایتتون دیر لود بشه خب باز کاربر خسته میشه، یوزر اکسپریانس بدی داره و باعث افت سایت میشه. همینطور زمانی که سایتتون مثلا علاوه این فنی مشکل داشته باشه، کدهای ناخوانایی داشته باشه، اون ربات‌های گوگل هم گیج میشن و به درستی نمیتونن کرال کنن و این توی ایندکس شدن صفحات شما به مشکل برمیخوره. اما اگر سئو تکنیکال درست پیاده شود، سایت شما سریعتر، امن‌تر، بهینه‌تر خواهد بود و این باعث بهبود رتبه در نتایج جستجوی گوگل میشه. خب استراتژی‌های سئو برای بهبود رتبه سایت در گوگل. برای موفقیت در سئو نیاز به یک استراتژی هدفمند داریم. در ادامه مهمترین استراتژی‌های سئو رو معرفی می‌کنیم. سئو اینو من اولش هم گفتم آخرش هم میگم. سئو یک فرآیند مداومه که ترکیبی از استراتژی مختلفی نیاز داره. اگر این استراتژی‌ها به درستی پیاده سازی کنیم، می‌توانیم رتبه سایت خودمون رو افزایش بدیم و ترافیک بیشتری داشته باشیم. چرا سئو یک فرآیند مهمه؟ تغییرات مداوم در الگوریتم‌های گوگل، رقابت دائمی در نتایج جستجو، نیاز به تولید محتوای مستمر، تحلیل و بهبود مداوم عملکرد سایت، لینک سازی و افزایش اعتبار سایت. ببینیم دلیل اینکه میگم سئو مداوم باید انجام بشه، خب ببینید رقیب‌های شما هم دارن سئو میکنن. اکثرا نه ولی خیلی تعداد خیلی محدودی حالا تو ایران دارن اینا روش کار میکنن، حالا توی حوزه‌های مختلف ها. مثلا تو حوزه‌های مکانیک خیلی سریعتر میشه سایت رو بیاریم بالا سئو کنیم، ولی تو حوزه‌های پزشکی سخت‌تر، تو حوزه دیجیتال مثل خرید موبایل و لپتاپ و اینا خیلی سخت، چون واقعا بازارش خیلی اشباع شده و سرچ زیادی داره و این رقابت رو زیاد میکنه. کشاورزی چی؟ آیا هم توی که حوزه کشاورزی هم میتونین استفاده کنین. الان جزء حوزه‌هایی هستش که میشه روش تمرکز کرد، چون خیلی از افرادی که تو حوزه کشاورزی کار میکنن بیشتر دید بازاری دارن به قضیه و کمتر به سئو میپردازن
ولی اگه شما شروع کنید به سئو کردن، بهتون قول میدم که 1 سال دیگه تو این حوزه موفق بشین. تو حوزه فروش سنگ ساختمانی، اینم جزء حوزه‌هایی هستش که تقریبا متوسطه، چون اخیراً خیلی دارن روش کار میکنن. تو حوزه عمرانی هستش. ولی خب حوزه سنگ ساختمانی فکر کنم بیشتر با پیمانکارا و افراد مثل مهندسین عمران و اینا در ارتباط باشه. من خودم زیاد شناختی از حوزه سنگ ساختمانی ندارم، ولی تو حوزه پزشکی یکی از حوزه‌های اصلی من هستش. حوزه‌های بهداشتی، حوزه‌های پزشکی و حوزه آرایش بهداشتی اه، و همچنین حوزه‌های مکانیکی من توشون نمونه کار دارم. خب رقابت دائمی باعث میشه که خب شما وقتی که دیگران سئو میکنن، شما هم باید از این ور هی سئو کنی و این رقابت باعث میشه که گوگل خب تشخیص میده دیگه کدوم سایت داره بهتر سئو میکنه، بس من اون رو بیارم بالاتر. خود گوگل هم الگوریتمش بعضی وقتا تغییر میکنه، یعنی شما زحمت میکشین، یهو یه جای الگوریتم جدید میده و میگه که از این بعد این برای من مهمتره. ولی اگه خب شما به اون هدف سئو مثلا 2 سال پیشتون باشین، یا ممکنه سایتتون اوف کنه دیگه. ولی یه سئو کار همیشه آگاه به الگوریتم‌های گوگل، پس موقع استخدام حتما از سئو کاراتون بپرسین که آقا این مثلا تغییرات آپدیت جدید گوگل مثلا یادت هستش بلدی؟ یعنی که مثلا الان الگوریتم گوگل رو چی تمرکز کرده؟ اون سئو کار شما باید آگاه باشه از این قضیه، چون اگه ندونه باعث میشه که بعدا یه اثرات مخرب داشته باشه و هر چقدر شما هزینه کرده باشین به فنا میره. لینک سازی و افزایش های ارتباط سایت هم خیلی باید به صورت مداوم انجام بشه. الگوریتم های گوگل در کجا منتشر میشن؟ چگونه متوجه بشیم که الگوریتم جدید و قدیمی گوگل چی هستش؟ آیه اهم توی خود سایت گوگل این الگوریتم ها رو به صورت مثلا دیلی نیوز میذاره و همچنین یه سری سایت خارجی هستن مثل سمراش، ماز، آشرفس، اینا هر روز اون ولاگشون فعاله و این الگوریتم ها رو هی میان معرفی میکنن. معمولا سئوکارها اینا رو آگاه هستن بهشون. بله آقای قفاری لینکش برامون فرستادن، یه بک لینک آقای قفاری زدن به دیولپر گوگل. اصلا نیازی هست که ما روی الگوریتم گوگل رو زوم کنیم؟ بله. اگه شما به عنوان مدیر میخواین باشین، باید یه آگاهی کلی از این که الگوریتم های گوگل در حال مثلا تغییرات هستن بله باید داشته باشین و به عنوان یک گزارش از سئوکارتون بخواین که اصلا الان روی چی داره تمرکز میکنه. ولی اینکه بخواید جزئیات الگوریتم گوگل رو بلد باشین، نه شما نیازی نیستش، سئوکارتون باید بلد باشه. من در ادامه یه نتیجه گیری میخوام بهتون بگم که سئو یک استراتژی کوتاه مدت نیست، بلکه یک فرآیند پیوسته هستش که برای حفظ و افزایش رتبه نیاز به یه بهینه‌سازی و به‌روزرسانی دائمی داره. اینو چرا هزار بار تکرار کردم؟ یکی از مشکلاتی که ما با مدیرهای کسب و کارها برخورد میکنیم اینه که بعد از 2 ماه میگن که خب سئو کردم نتیجه نداد دیگه، من دیگه هزینه نمیکنم بابت سئو، میرم یه کار دیگه میکنم، پول میدم به یه اینفلوئنسر من تبلیغ کنه. خب وقتی شما پول میدین به اینفلوئنسر تبلیغتون میکنه، یه روز شما تبلیغ کرده. ولی وقتی سئو میکنی سال مثلا 2-3 سال شما حداقل تو صفحه اول گوگل هستی، تو نتایج جستجو نشون داده میشین، دیگه نیاز نیست تبلیغات کنید. پس هزینهش نسبت به اون تبلیغاتی که به اینفلوئنسرها میدین کمتر میشه. خب اگه ماهی 10 تومن واسه سئوتون هزینه کنی، خیلی بازخورد بهتری دارین در آینده، یعنی سرمایه گذاری کردین تا اینکه مثلا فقط بدیم به یه اینفلوئنسر که یک روز مثلا براتون یه تبلیغ کوچیک انجام بده. آقای غفاری میگه در یه بخشی از این سایت نوشته البته باید با فیلتر شکن استفاده کن، ایران تحریم کرده. آقای غفاری بله دیولپرز گوگل هم هستش. حالا سایت های دیگه مثل ماز، سمراش، اینا رو من داخل کانال هی به صورت آپدیت میذارم براتون. خیلی ممنونم که تا آخرین جلسه با من بودیم. ما 2 جلسه داریم دیگه، این جلسه اول بودش، حالا میخوایم تو جلسه دوم من میخوام روی این قضیه کار کنیم. مدیریت تیم های سئو
تو جلسه بعدی بهتون آموزش میدم که چجوری از مثلا سئو کاراتون گزارش بخواین، چجوری باید مدیریتشون کنین، چه انتظاراتی باید ازشون داشته باشیم. شاخص‌های کلیدی سئو یعنی KPI برای مدیران، هدف گذاری سئو رو توش میخوام توضیح بدیم. ابزارهای ضروری برای مدیران، همون ابزارهایی که گفتم الان، مثل همین سمراش و ماز و آی‌اچرفس و اینا، یه گزارش‌های کلی بهتون میده. اونا رو تو اون جلسه بعدی بهتون توضیح میدم. نوشتن مقاله سئو شده با چت جی پی تی. به صورت لایو من براتون یه مقاله با چت جی پی تی می‌نویسم، میتونید خیلی راحت باهاش کار کنید. جلسه بعدی خیلی باحاله، یعنی شما بیاین حتما، یه حالت کارگاه داره و اینجوری بهتون بگم که لایو میتونیم با هم دیگه یه کار سئو شده رو با هم ببریم جلو. و یک سری اشتباهات رایج مدیران در سئو رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم، که مثلا خب مدیرا چه مشکلاتی، مثلا اشتباهاتی که انجام میدن. یکیشو بهتون گفتم، اینکه وسط کار خسته میشن. گام‌های عملی برای مدیران، یک سری کارهای عملی هم بعدش با هم انجام میدیم که مثلا یه مدیر با چه چیزهایی رو انجام بده واسه یک سئو کار، و یه مثلا می‌خوایم سئو کار استخدام کنیم با چه کارهایی انجام بدیم. خب من ببخشید متنات و پیاماتون رو بخونم. البته به نظرم آقای طالبی فروشگاه‌های تازه‌کار بهتر با طرق شروع کنم و بعد سئو. آقای عادل طالبی رو میگین؟ آقای قفاری؟ آقای قفاری نظر آقای قفاری، اگه منظورشون آقای عادل طالبی هستش، بله ایشون از یکی از سئوکارهای حرفه‌ای ایران هستن و جزو سورس های قوی اساتید سئو در ایران هستن و نظرشون خیلی میتونه کمکتون کنه. کتاب های خوبی هم نوشتن. آقای قفاری، من پرسیدم که منظورتون آقای عادل طالبی هستش؟ آقای غفاری، آقای عادل طالبی خیلی استاد بزرگی هستن توی این زمینه، خیلی میشه ازشون کمک گرفت. کتاب‌های خوبی هم نوشتن و همچنین سری دوره‌های خوبی هم برگزار کردن. اه، من به عنوان خودم یک سئوکار، به هر حال شما وقتی وارد حوزه سئو میشین، نظرات افراد خیلی میتونه کمکتون کنه، چه نظر من باشه چه نظر آقای طالبی باشه. ولی خب آقای طالبی بزرگ این مجموعه هستن، اما بهشون خیلی ارادت ویژه‌ای دارم. خب رسیدیم به پرسش و پاسخ. هر کی سوالی داره من در خدمتشون هستم. آقای کیوان کیانفر: استاد، رویکرد گوگل در مورد مقالاتی که با AI، اتفاقا من اینو همین قبل از برگزاری وبینار داشتم با خودم تمرین می‌کردم که یه پست راجبش درست کنم. آقای کیانفر، هیچ مشکلی نداره با AI شما مطلب بنویسین، فقط و فقط باید اون محتوایی که می‌نویسین اصول سئو توش رعایت شده باشه و اون منظور اون سرچی که یه نفر میکنه رو داخلش کاملا جواب بده. هیچ مشکلی با هوش مصنوعی نوشتن نداری، چون هدف گوگل اینه که جواب به مشتری، یعنی به اون یوزرش برسونه، مخاطبش برسونه. حالا هر یا شخصی نوشته شده باشه یا با ای آی نوشته شده باشه، فقط لینک سازی ها، اصول سئو باید توش رعایت بشه. بهترین هوش مصنوعی رایگان با پشتیبانی از زبان فارسی رو هم تو برنامه آموزشی داریم. بله داریم، با چت جی پی تی انجام میدیم دیگه. چت جی پی تی نسخه رایگانش هم هست و نسخه پولیش هم هستش، هر دوتاش میشه باشون کار کرد. آقای قفاری: به نظر شما قدرت تپسل بعد از خرید کافه بازار بیشتر نشده؟ آقا تازه خریده آقای قفاری تپسل رو، یعنی کافه بازار رو. فکر کنم یه سال باید بهشون زمان بدین. ولی خب من اخیراً توی نمایشگاه بین المللی که رفتم واسه همین، فکر کنم سال پیش بود که با گروه یکتانت آشنا شدم. بیشتر من خودم با یکتانت راحت ترم دیگه، حالا تپسل هم خوبه، نمیتونم بگم بد باشه. جلسه بعدی کی هستش آقای اهم؟ جلسه بعدی هفته دیگه ساعت 8 شب هستش.
آقای کیانفر، یعنی نیاز نیست از ابزارهای استفاده بشن که متن به گونه تغییر میدن که مشخص نمیشه لزومی نداره، چون متن‌ها کاملا میتونین توی پرامپت نویسیتون بهش اشاره بکنید، ولی اگه هم نبودن هیچ مشکلی نداره. فقط لینک سازی و اصول سئو باید درست انجام بشه. جمعه هفته بعد ساعت 8 شب. بله آقای اهم، جمعه هفته بعد ساعت 8 شب هستش. خیلی خوشحال میشم که تو اون جلسه هم شرکت بکنی. خیلی کاربردی تره. ما چون تو این جلسه اصول اولیه سئو رو با هم دیگه مطرح کردیم که شما اول یه شناخت کلی از سئو داشته باشین. توی جلسه بعدی حالا میایم مشکلات یک مثلا مدیران رو صحبت می‌کنیم، مدیریت تیم سئو رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم که کاربردی تر هستش. از طریق ای‌سمینار برگزار می‌کنید دیگه. بله آقای کیانفر، اصلا جزو همین برنامه‌ای که هستش که شما ثبت نام کردی، یعنی فکر کنم قبل از برگزاری برای شما اس‌ام‌اسش میاد. دوستان عزیز، تو این کانال حتما الان عضو بشین، لینک کیار کدش رو اسکن کنید، وارد کانال بشین، من اونجا باهاتون در ارتباط هستم. اگه دوست دارین اینو میتونید صفحه رو اسکرین شات بگیرید. سوال پین شده استاد. آقای فوقانی، الان من جواب سوالتون رو میدم. استاد، چقدر از خبرسازی در سایت تجاری و فروش محصول میتونه به سئو کمک کنه؟ منظورتون از خبرسازی چیه آقای فوقانی؟ اگه خبرسازی برای من توضیح بدی ممنون میشم. دوستان لطفا از وبینار خارج نشین، یه اسلاید دیگه هم هستش که باید با هم دیگه داشته باشیم. آقای فوقانی هم اگه میشه این منظورشون از خبرسازی به من بگم. خب یه تمرین هم داریم، اگه دوست داشتین میتونید انجام بدین، اجباری نیستش. با کلمه هایی که داخل پاورپوینت به رنگ سبز نوشته شده توی این مقاله، توی این وبینار، یه مقاله 500 کلمه‌ای سئو شده باهاش بنویسیم. هر کی بنویسه من بهش این مشاور رایگان حتما میدم به عنوان جایزه. ببینید اینجا من یه سری کلمات رو مثل ایندکس، حالت پایین سایت سبز کردم. این رو اگه بیاین بابت هر کدومشون یه کلمه یه مقاله 500 کلمه‌ای بنویسین و من ارسال کنین. الان ایمیلی هم که برای من ارسال کنین براتون می‌نویسم. این ایمیلی هستش که میتونین با من در ارتباط باشین. آقای فوقانی، مثلا برای فروش محصول راجع به اون بیایم از طریق خبرگزاری‌های و روزنامه ببینیم، باید ببینیم که محصولتون تو چه حوزه‌ای هستش. مثلا اگه راجع به کفش می‌خوایم بیارین تو خبرگزاری‌ها زیاد نیازی نیستش مثلا تبلیغات کنیم. بهتره که مثلا توی سایت‌های معتبری که راجع به مثلا پوشاک هستن بیاین این محصولتون رو تبلیغ کنین. چون همه خبرگزاری مثلا ایسنا که هر روز راجع به مثلا جنگ و ایناست، به نظر کاربردی نداره، فقط الکی پولو دور می‌ریزیم. معمولا تو محصولات اینجوری اگه جامع باشه اینفلوئنسر مارکتینگ خیلی جواب میده که بیان لینک سایت شما رو بزنن که بیان خرید کنن. مثلا تو حوزه سنگ بیاین وضعیت سنگ تولید ایران رو با تولید خارج پرسونال برندینگ استفاده کنید. این باز خوبه. این تو سایت خبرگزاری کاملا کاربرد داره، چون معمولا افرادی که تو این حوزه کار میکنن خبرهای روز و هیدن دنبال میکنن که قیمت سنگ چقدر شده اینا. میتونید برید تو اون حوزه سایت های مرتبط رو پیدا کنید، تو اون سایت ها تبلیغات کنید. دوستان کسی سوال دیگه ای نداره؟ این خبر از زمان مدیرعامل مجمع گفتش میشه. بله هیچ مشکلی نداره، خیلی هم عالی هستش. اگه مثلا میتونین تو این زمینه کار کنین، چون حوزه شما فکر کنید حوزه‌ای هستش که تجاریه و بی تو بی باشه نه بی تو سی. من منظورم اون اینفلوئنسر مارکتینگ تو حوزه بی تو سی خیلی کاربرد بهتری داره. سلامت باشین آقای شفیع زاده، ممنونم از اینکه تشریف آوردین. خانم محمودی فر خیلی ممنون از شما.
آیا هم خیلی ممنون از شما، لطف کردین که تشریف آوردین، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. خانم کیان خیلی ممنونم. آقای فوقانی، البته حوزه اصلی بنده تو رسانه است، معاون سردبیر همشهری هستم. خب آقای فوقانی، خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. من خیلی دوست دارم که بیشتر با شما مثلا ارتباط داشته باشم، چون همشهری خیلی فکر کنم کاربرد داره توی تبلیغات کلیکی و رپورتاج آگهی، و اینکه من میتونم با شما همکاری داشته باشم. اگه خواستیم من داخل اون گروه کانال تلگرام هم هستم، بهم پیام بدین، صحبت کنیم. منم خیلی خوشحال میشم که حالا با شما ارتباط داشته باشم. بزنین من ایمیلم هم براتون مینویسم، راه‌های ارتباطی به خودم رو. آقای فوقانی، من ایمیلم گذاشتم براتون، آیدی تلگرامم هم فربود اشکانفر هستش، تو اینستاگرام هم فربود.اشکانفر هستم. خیلی خوشحال میشم که اینستاگرام منم دنبال کنید، تا تو اینستاگرام هم با هم دیگه در ارتباط هستیم. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که باز تشریف آوردید تو این وبینار. امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو کامل و دقیق براتون توضیح داده باشم. خیلی خوشحال میشم که تو وبینار بعدی هم شرکت کنید. من اطلاع رسانی کامل رو براتون انجام میدم. من حضور غیاب اینجا هم یه ابزاری داره، بذارید من کسی که حضور داشتن رو اینجا دانلود میکنم که توی وبینار بعدی حتما اطلاع رسانی براتون میکنم و براتون متن و اون لینک شرکت رو براتون میفرستم، شرکت در وبینار. دوستان اگه سوال دیگه هستش من در خدمتتون هستم. اگه سوالی نیستش که دیدار ما باشه واسه هفته بعد. خیلی خوشحال شدم که شرکت کردیم. ممنونم از لطفتون.